خدمت حربی، مکتب جوانمردی و دوره همه طرفه آب و تاب یافتن جوانان میباشد. خدمت به وطن مادر قرض فرزندی هر یک جوان به حساب میرود. بنابراین هر یک جوان باید قرض خود را در دست وطن، دولت و خلق تاجستان اجرا نماید. نقش جوانان در تحکیم رکن‌های دولتداری و خدمت به وطن. خدمت در صف قوه‌های مسلح، مکتب حیات درس جوانمردی و جسارت بوده، مقدسترین ارزش حیات دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن را به نسل آینده ساز می آموزد. تامین امنیت حربی جمهوری تاجیکستان، حفظ استقلال دولتی، مرز و خاک وطن و ارزش‌های ملی در شرایط تغییریابنده وضع ژئوپلیتیکی منطقه و جهان همچون هدف اساسی. من به دلیل او شجاعت، حس بلندی ملی و احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی افسران و سربازان با ننگ و ناموس وطن باور دارم و با آنها افتخار میکنم. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که افسران و سربازان شجاع قوای مسلح و سوگند حربی خویش من بعد نیز صادق میمانند. رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت صاحب استقلال تاجیکستان جوانمردانه اجرا میکنند و حفظ استقلال و آزادی سرزمین اجدادی، امنیت و ثبات و آرامی جامعه را با هوشیاری و زیرکی و در سطح بلند کسبی تأمین میکنند. مکتب شجاعت